سال قبل. دستاتو ببر بالا. دستا بالا. وقت تصفیه حساب رسیده. من فکر میکردم مردی عزیز. هم ما رو میفروشی هم از مردونگی حرف میزنی؟ من به دشمنم هم نارو نمیزنم. تو کی دیدی ما نامردی کنیم؟ این که جلوی بچه منو بکشی مردونگیه؟ ببرش بیرون. پدرت خیلی جوانمرد بود. حالا ببینم اون دنیا چجوری میخوای تو صورتش نگاه کنی. من کاری نکردم عزیز، ولی تو رئیس چرا میذاری اینقدر حرف بزنه؟ بذار شلیک کنم سقط شه. عجله نکن عثمان، بعد از من نوبت تو هم میرسه. فکر میکنی عزیز تو رو زنده میذاره؟ با حرفای آخرت میخوای فتنه بپا کنی؟ کارتال یتیمه. اگه منم بمیرم بی کس و کار میشه. عزیز اونو تنهاش نذار. بابا 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 آدم هیچ رازی رو با خودش به گور نمیبره. این بچه بزرگ میشه و انتقام خونه پدرشو میگیره. بچه گناهی نداره. قبل صبح از مرز رد شد. این پیش من میمونه. خودم بزرگش میکنم. باید دید شبیه من میشه یا پدرش. اگه مثل من مرد بشه، وقتی کار بدی در حقش کردم میتونه ازم حساب پس بگیره. اما اگه مثل پدرش خائن بشه، اون وقت میفرستمش بره پیش پدرش.
30 سال بعد. گراس، جنوب فرانسه. Bonjour. Salut! Ah. J'apporte un café à la plus jolie fille de Grasse. Bonjour, Monsieur Valin. Ils sont délicieux comme toujours. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme parfum aujourd'hui? Numéro 8. Le parfum de solitude. Et quand est-ce que tu vas me faire un parfum qui fera que les femmes tombent amoureuses de moi? Quand Madame Valin me donne la permission. Merci. Oh. Pour le café. Ouh là là. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, papa. همراه تیم آخرین کنترل‌ها رو انجام دادین؟ داداش من اومدی یه همچین جای زیبایی ولی هنوز داری به کار فکر میکنی؟ واقعا که فکر میکنی واسه تعطیلات اومدیم گراس، ولی خیلی کار داریم داداش. فکر میکنی سفر کاری برای چیه کارتال جون؟ برای دیدن جاهای جدید، شناختن زنای کشورهای دیگه و کشف فرهنگ‌های جدیده. بهتر زودتر قراردادو ببندیم و از شبای گرس لذت ببریم. با من کاری نداشته باش. میگن اینجا یه موزه تاریخی عطر هست، میدونستی؟ من هنوز به سن قانونی نرسیدم. مشکلی نیست، من خودم میبرمت داداش. بیا بریم یه قهوه بخوریم. استانبول. عزیز خان صبحانه آماده است. همه منتظرتونن. باشه شریف اومدم. آمار فروش دیدی؟ تو سال دوم از 100% 9% رو به خودش اختصاص داده. آخ داداش، کاش میشد سرم رو پاهاش میذاشتم. چه کارایی که نمی کردم.
پس من حق بیمه رو از کار بر میدارم. ببینم این دختر میتونه جایگزین بشه یا نه. تو که دلت نمیاد رئیس. بفرمایید بابا. کارتل جان چطوری؟ گفتم قبل جلسه بهت زنگ بزنم برات آرزوی موفقیت بکنم. میدونی که اگه قراردادو ببندیم دیگه هیچ کی حریفمون نی. فرانسوی هم بلد نیستم. Hello. Do you speak English? A little. How can I help you? May I? I'm here for a business trip and I'm looking for someone who can show me the town. You are so lucky. We have beautiful museums in Grasse. Have you heard that International Perfume Museum is located here? آره میدونم. همسفرم دیوونه فرهنگ کشور است. غیر ممکنه که ندونم. Yeah, I'm all about the culture, especially culture of food, nightlife. Maybe we can go to a club or something. Céline? Valérie? Ça va? Oui. Ce beau mec m'a demandé de lui faire visiter la ville de Grasse. My friend, Céline. Enchantée? آخ امر توف به شانست. این چقدر خوشگله. کاش میشد اینو بپیچونم و با این یکی باشم. Sorry, I couldn't understand what you mean. والری، ولی من فهمیدم. یعنی فهمیدین؟ یعنی ترکی بلدین؟ نگران نباش، واسه والری هم توضیح میدم. نه ما هم تو غربتیم، باید به همدیگه کمک کنیم. والری، اون دختره کیه؟ نمیدونم داداش. زود باش داره دیرمون میشه. As you can see in the files, we have decided to invest a lot to this medicament. Your investment plan is appealing, but there is another Turkish company who offers 10 million euro more than you for the license right. If you excuse us. You have no flexibility on license numbers? Okay. We'll be on our way back to Turkey tomorrow. And by then, if the contract stays unsigned, I'll end our negotiation permanently. کارتال داداش برای همچین قراردادی 10 میلیون که پولی نیست. میدونی چند میلیون موضوع سودو به پول نیست، خطر دارن انداختیم؟ امتحانمون میکنن. اگه تو تصمیممون جدی نباشیم اون وقت ضرر میکنیم. آخه چطور میتونی انقدر مطمئن باشی؟ هیچ تردیدی نداری؟ کجا میری؟ Excuse-moi. C'est quoi ça? Pardonnez-moi. C'est ma faute. Pas de problème. رفیق سرت به جایی خورده؟ تو چت شده ها؟ فکر کردم اون دختره است. کدوم دختره؟ همون دختره تو کافه. واقعا که داداش من دارم التماست میکنم بیا بریم عشق و حال، ولی به نظرم تو سمت این کارا نرو، چون اینطوری عمرن بتونی. بیا بریم، یه وقت فکر نکنن داریم دروغ میگیم. مگه بلوف نمیزدی کارتال؟ کارتال برای این معامله رفته. غیر ممکنه توافق نکنن. خیالم راحته. میدونم که کارتال خیلی تو کارش خبره است، ولی انعطاف پذیر نیست. به خصوص وقتی که شرکت حکیم اغلو داره با ما رقابت میکنه. به نظرت بهتر نبود پسرت مرتو میفرستادی برای اینکه اونا هم بفهمن که ما تو کارمون خیلی جدی هستیم؟
مگه میشه؟ بابا برای این کار نور چشمشو فرستاده. اونا هم میدونن که کارتال خان چقدر مهمه. به اندازه کافی از جدیت ما خبردار شدن. باز دیشب خواب کارتال دیدی که سر صبحی شروع کردی؟ انقدر کل کل نکنین. صبحونتونو بخورین. میخوایم بریم سر خاک. دخترم صبحونه. زود باش دخترم، مدرسه داره دیر میشه. هرچی میخوام ساکت باشم و هیچی نگم بدتر کارتال بزرگ میکنی. من نمیفهمم کارتال چه برتری نسبت به من داره ها؟ مگه اون چیکار کرده؟ چرا اختیارات شرکت رو به اون میدی بابا؟ اون اختیار داره جای تو امضا بزنه. اگه بخواد میتونه همه چیزمون رو از همون بگیره. ما اگه بخوایم یه کاری بکنیم 40 روز باید چاپلوسی بکنیم، ولی اون هر کاری بخواد میکنه. منو نگاه کن. دعا کن امروز سالگرد مادرته، وگرنه چنان میزدم تو دهنت که دیگه جلوی پدرت اینطوری صحبت نکنی بزمجه. عمه جون خوبی؟ آخه مگه من چی گفتم ها؟ مگه حرف اشتباهی زدم؟ همه ی حرفات درسته، اما امروز جاش نبود که بگی. کارتالو ببین، تا حالا شده از تو پیش پدرش چیزی بگه؟ مرد ببین، امت داره درست میگه. پدرت آدم لجبازیه. تو هر چی بگی اون بیشتر طرف کارتالو میگیره. باید یکم سیاست داشته باشی، وگرنه همه ثروتمون رو با دسته خودمون تقدیم اون میکنیم. مگه نه؟ ببین داداش، اگه این معامله سر نگیره نه تنها عزیز خان منو اخراج میکنه، بلکه به عنوان دارو بسته بندی میکنه میفروشه. به هر حال تو که چیزیت نمیشه. نور چشمی عزیز خانی. فقط امروی بیچاره بدبخت میشه. میگم بریم دوباره باهاشون صحبت کنیم. تو حالا دیدی من اشتباه کنم؟ امروز فرق میکنه داداش. تو امروز چت شده ها؟ چت شده. یه دختر دیدی مجنون شدی. عقل تو از دست دادی. داداش داری چی کار میکنی؟ امروز دختره رو دیدم. چه دختری آخه داداش؟ چی داری میگی پسر؟ کجا میری؟ خیلی خب بابا صبر کن دیگه. یه لحظه وایسا. بابا چرا به عشق احترام نمیذاری؟ دارم میرم دیگه. Bienvenue. Bonjour. Excuse me, do you speak English? Non, désolé. Just before, I have seen a young woman here. Wait. She has long hair. She's a beautiful girl. Girl! Je ne comprends pas. داداش به خاطر یه دختر من آوردی به محل تجمع میکروبا. ای خدا، چرا مردم فرانسه انقدر حریصن؟ فقط میخوان توریستا رو سرکیسه کنن. خب اگه مریضی برو خونت بخواب. تو نمیخوای عاقل بشی؟ لازم نیست چون زبون ما رو نمیفهمن بیادبی کنی. برو بیرون منتظر باش. من اون دختره رو دیدم، اینجا بود. خب داداش غیب که نشده. انقدر چشمتون دختره رو گرفته که این بدبخت رو باهاش اشتباه گرفتی. اینقدر بیادبی کافیه. برای اینکه خجالت نکشین نشون ندادم که ترکی بلدم، ولی شما بیادبی و از حد گذروندی. از مغازم بری بیرون. داداش گرس شده جزی از خاک ترکیه خبر نداری. بازم شما؟ چقدر بیادب هستین؟ این چه طرز حرف زدن با مادرمه؟ خیلی معذرت میخوام. حق با شماست. دوستم از وقتی اومدیم اینجا، چون میدونه که مردم ترکی بلد نیستن، نمیتونه دست از مزخرف گفتن برداره. من از طرف اون ازتون معذرت میخوام. مرده. راستش حواسم نبود. داداش تو از وقتی دختره رو دیدی حواست به چی هست؟ برو بیرون. خیلی خوب.
خیلی متاسفم. اگه جارو داشته باشین من تمیز میکنم. برای مادرم سوپم درست میکنی؟ برو بیرون ببینم. مغازه تعطیله. میخوام اینجا رو تمیز کنم. آقای محترم لطفاً تا اوضاع بدتر نشده از اینجا برید. خواهش میکنم بذارین اشتباهمو جبران کنم. همین که دیگه بیادبی نکنی کافیه. کارتال از شرکت زنگ زدن، منتظرن برای امضا بریم. من الان باید برم، ولی یه راهی پیدا میکنم تا ازتون معذرت خواهی کنم. دیگه هیچ وقت سر راهم سبز نشو. بازم معذرت میخوام. سعادت یه سر دیگه هم بدون تو گذشت. هر روز بیشتر از قبل دلتنگتم. مامان جون نگران نباش، از بابا خوب مراقبت میکنی. شما اینجا چی کار میکنی؟ آدرستون رو از موسیو والین گرفتم. منظورم این نبود. چرا اومدی؟ میخوام عذرخواهی کنم و براتون آرزوی سلامتی صبح کنم. اندازه کافی گفتی. من باعث شدم نتونین سوپتون رو بخورین. براتون سوپ آوردم. خیلی ممنون، ولی من سوپ آماده دوست ندارم. نه سوپ آماده نیست. برای شما با دسته خودم درست کردم. یه سوپ مشهور کشورمونه. نکنه سوپ کلمه؟ قبلا خوردی؟ همسرم درست میکرد، خیلی دوست داشتم. عذرتون رو پذیرفتم. خیلی ممنون، زحمت کشیدی. فقط تا اینجا بیارمش سرد شد، باید گرم بشه. نگران نباشین، گرمش میکنم. خواهش میکنم استراحت کنین، مریض شدین. من براتون گرم لازم نیست، خودم گرم میکنم. باشه، ولی خب چون میخواستم خودم گرمش کنم ادویه بهش اضافه نکردم. الان موقع گرم کردن بهش اضافه کنیم. فکر میکنم تا وقتی به داخل دعوتتون نکنم نمیخواین بذارین استراحت کنم. من میخوام دوباره از دخترتونم معذرت خواهی کنم، البته اگه اجازه بدی. چرا زود اومدی سلی؟ میخوام برات سوپ درست کنم مامان. نمیخواستم مغازه بمونم، به خاطر اون آدمای بیادب نتونستم کاری کنم. سلین جون، یکی دیگه برام سوپ درست کرده. پرسیده بودی واسه مادرم هم سوپ درست میکنی؟ به نظرم برای معذرت خواهی از شارلوت فکر خوبی اومد. اینجا چی کار میکنی تو؟ کارتال خان دید مریضم، نگران شده. خیلی آدم خوبیه. خیلی اصرار کرد تا سوپ مورد علاقه برام داغ کنه. گفته بودم تا اجازه ندی برات توضیح بدم دست از سرت بر نمیدارم. گوشم با توی توضیح بده. راستش امره پسر خوبیه. خیلی وقتی که تعطیلات نرفتیم، از وقتی اومده همینطوری داره مزخرف میگه. باید به دوست تذکر میدادی که درست صحبت کنه. سوپ خیلی خوشمزه شده، دستتون درد نکنه. نوش جونتون. مامان c'est une dispute. من میخواستم بهش هشدار بدم، اما بعدش تو اومدی. وقتی هم که تو اومدی
همه چی رو فراموش کردم. ولی سوپ درست کردن رو فراموش نکردین. خیلی عالی شده. چرا بعد از فوت همسرتون اصلا ترکیه نیومدین؟ کشورمون رو دوست نداشتین؟ بدون عثمان دلم نمیخواست برم. منم کار دنیزی هستم. اگه قبول کنین خیلی دوست دارم ازتون پذیرایی کنم. خیلی لطف دارین، ولی آب و هوای اونجا خیلی به هم نمیسازه. مامانم خوشش نمیاد زیاد در مورد پدرم صحبت کنیم. معذرت میخوام، قصد نداشتم ناراحتتون کنم. دلیلی برای ناراحتی نیست. بهتره این بحث رو تموم کنیم. نظرتون راجع به شهرمون چیه؟ به نظرم خیلی قشنگه، ولی چون راهنما نداشتم نتونستم جاهای دیدنی اینجا رو ببینم. اگه مریض نبودم خیلی خوشحال می شدم شهر رو بهتون نشون بدم. شاید سلین قبول کنه شهر رو بهم نشون بده. ماشینت واسه کوچه های باریک گراس زیادی بزرگه. قراره با این دور بزنی؟ باید دید چقدر مصری تو با من شهر رو بگردی. راستش با تو اینجا که سهله. حاضرم کل فرانسه رو با موتور بگردم. به خودت خیلی مطمئنی، ولی بدون من اصلا کم نمیارم. حاضر یا نه؟ یه لحظه. آره. بریم مشکلی نیست.
شهر کوچیکمونو چطور دیدی؟ صادقانه بگم؟ خب معلومه. تعجب کردم اینجا زندگی میکنی. چرا؟ از اینجا خوشت نیومد؟ نه، جای خیلی دوست داشتنیه، ولی در کل جای کوچیکی. چجوری بگم؟ آدم دوست داره دوران پیریشو تو همچین جای آرومی بگذرونه. تو گراس شغلی دارم که هیچ جای دیگه نمیتونم داشته باشم. واسه همین دوست ندارم پاریس یا هر شهر بزرگ دیگه ای برم. Merci. نمیخوای چیزی بخوری؟ میخوام امشب تابع تو باشم. هر چی سفارش بدی منم همونو میخوام. پس یه غذایی برات سفارش میدم که هیچ وقت فراموشت نشه. متوجه نشدم. من عطر درست میکنم. دوست دارم خودم رو با رنگ و بوی عطر توصیف کنم. واسه همینم تو گرسم. هیچ وقت نخواستی با برندهای بزرگ کار کنی؟ اونا میتونن امکانات خوبی در اختیارت قرار بدن. پیشنهاد زیاد داشتم اما تو دنیای خودم خوشحالم. یه شرکت معروف هست که ازم نمونه کار خواسته، ولی من دوست دارم عطرامو برای آدمایی که بهشون علاقه دارم یا کسایی که اتفاقی میان مغازم درست کنم. من اگه جای تو بودم، یعنی اگه میتونستم چیزی رو خلق کنم، دوست داشتم کارمو همه مردم تو گوشه و کنار دنیا ببینن و بشناسن. Domaine de Beaupré 2009. اگه انتخاب غذات هم مثل انتخاب شرابت خوب باشه، به این معنیه که امشب قراره یه شام فراموش نشدنی بخوری. مطمئن باش فراموش نمی کنی. مرسی. Santé. Santé. این برای چیه؟ الان خودت میفهمی. بوی خیلی خوبی هم داره. خیلی هم خوشمزه است. Et voilà, bonne dégustation. آها. حق با تو بود. واقعا تا آخر عمرم این شامو فراموش نمی‌کنم. هنوزم از این که من راهنماتم خوشحالی؟ اگه بخوای میتونیم امشب و اینجا بمونیم. شب تازه داره شروع میشه. Bon appétit. اگه نمیخوای نخور.
چطوره؟ خوشت اومد؟ خوشمزه تر از اونه که به نظر خدا رو شکر چون 5 تا دیگه مونده. ولی واسه من زیاده. میخوای یه مقداریشو بردار؟ چی زیاده؟ این اولشه. تازه قراره برامون چش قورباغه بیارن. مثلا من نمیتونم احساساتمو نشون بدم. این اخلاق از پدرم ارث بردم. مادرم خیلی صبوره ولی من وقتی از کسی عصبانی میشم حتما بهش میگم. اینو امروز صبح خوب فهمیدم. نزدیک بود کتک بخورم. اخلاقت اصلا شبیه کار دنیزیا نیست. برای اینکه صبورم میگی؟ آره. پدرم همیشه میگفت یه کار دنیزی خیلی زود جوش میاره، خیلی زودم آروم میشه. ولی تو اینطوری نیستی. آره، من به این راحتی ها عصبانی نمیشم. ولی وقتی عصبانی میشم هیچی جلو دارم نیست. مثلا چی کار میکنی؟ فکر کن یه نفر عصبانیت کنه. بستگی به شرایط داره. با توجه به آدم مقابلم اوضاع تغییر میکنه. خب فکر کن من عصبانیت کردم. چون تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکردم. واسه همین نمیتونم تصور کنم. چرا؟ تا حالا هیچ زنی عصبانیت نکرده؟ تا حالا کنار هیچ زنی همچین احساسی نداشتم. چه احساسی؟ من در کنارت زندگی رو حس کردم. فهمیدم که خودمو از همه زیبایی ها و لذت ها و اینجور چیزا، خلاصه این که از همه نعمت های زندگی محروم کردم. فهمیدم وقتمو بی خودی تلف کردم. فردا برگردی ترکیه دوباره زندگی سابقه تو داری، اون وقت چی؟ دیگه هیچی مثل سابق نمیشه. اگه بخوامم نمیشه. مثلا تصمیم دارم به زودی برم کارا دنیز. به خاطر کار مدام به تأخیر میندازمش. خیلی دوست دارم کار دنیس رو ببینم. میخوام بدونم که پدرم کجا بزرگ شده. خب برای چی تا حالا نرفتی؟ هر وقت میخواستم برم کار دنیس مادرم ناراحت میشد. هیچ وقت نه پدرم رو فراموش کرد نه بخشیدش. وقتی بچه بودم همیشه خیال میکردم پدرم اونجا منتظرمه. نمیتونستم باور کنم که مرده. من تنها چیزی که از پدرم به یاد دارم اینه که یه شب طوفانی پدرم با اضطراب جلوی پنجره منتظر بود. از اون شب به بعد دیگه هیچ وقت پدرمو ندیدم. ایشالا که تو این دسرام چیزای عجیب فرانسوی نیست. یعنی اینقدر بد بود؟ آره والا خیلی جلوی خودمو گرفتم تا نرم دستشویی. Bonsoir. Bonsoir. Si vous permettez, jeune homme, j'aimerais beaucoup danser avec la plus jolie fille de Grasse. میخواد با هم برقصه. S'il vous plaît. Avec plaisir, monsieur. J'ai l'impression qu'elle ne restera pas très longtemps à Grasse. À mon avis,
Elle va suivre ce bel étranger. Moi, l'amour, ce n'est pas toujours partir. Quelquefois, c'est rester. Tu t'es installé à Grasse pour moi. Peut-être que le jeune homme aussi fera comme toi. دیرمون شده. کجا؟ بیا میخوام یه چیز خاص بهت نشون بدم. Tu vois, il va venir en France. Il va s'installer à Grasse, comme toi.